گفته است که پیامبر گرامی گفتند قال ابلیس، میگه میدونی شیطان چی گفت؟ و عزتک و جلالک، گفت ای الله با عزتت و جلالت قسم. شیطان قسم خورده با چی؟ لا ابرح اغوی عبادك ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. گفته است قسم با عزت و جلالت کی؟ بین با الله قسم خورد ابلیس شیطان، تا زمانی که جان در بدن همین بندگان تو هست، من اینها را بیراهه میکنم، من اینها را مبتلای گناه میکنم، من در بین اینها اغوا. پس да امпулси морам омад барои простатит, барои васпалини, барои тез пешоб намудан. алалхусус барои асаб ҳастай, барои ревматизм ҳастай мазо ҳастанд, барои риш ва мӯи сар миноксидил ҳастай мода. тамоми намуд дорои гиёҳӣ ҳастай мода. метавонед ки ҳамин номрои ватсап дада занг бизанед барои маълумоти бештару пурратар. иншоалло ки дастсафкарам дорем ба ҳамаи шаҳрҳо, дастсафкаи ройгон. салому алайкум бародарои аҳли ислом. аз ширкати акай муҳаммад, хоҷи муҳаммад одаморо гирифтем, граница бурдем акао. ина мазда, ина мошино ака, ҳама мошино бурдем овардем шона ака. ин рӯз 15/09/2024 ин акаро ҳамаша бурдем овардем. ака чӣ хел рафте омаде? алҳамдулилла 100% рафте омаде. раво 100%. ягон майда хотир наша маълум. ягон камбуд шуда дара. ягон қавли 100% нағз рафте нағз омадагем. ягон хотир наша мардуми Тоҷикистон ҳама 100%. میگه قسم خورد شیطان، قسم خورد در پیش الله مهربان. وقتی که از بگیم مقام و منزلتی که داشت وقتی پیشش کرد، این قسم خورد. برادرها، فقال الله مهربان بعد در برابر شیطان چی گفت؟ و عزتی و جلالی، قسم به بزرگیم، قسم به جلالم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. برادر عزیز، چی کریم گوش کنین. الله مهربانه، چی الله مهربانه، چی بندگان خوبی هستیم. گفت قسم به جلال عزتم که تا آن زمانی که بندگان من اگر به سوی من طلب مغفرت کنن، تمام آن کردگی هایی که تو در حقشان کردی، یعنی بدبخشان کردی، مبتلای گناهشان کردی، مادام به سوی من طلب مغفرت کنن، مهنتایت را، زحمتایت را همش از بین میبرم و بندگان ما مغفرت گناه میکنم. برادران عزیز، حدیث دیگری را جناب انس ابن مالک میاره، میگه الا ادلکم علی دائکم و دوائکم. میگه پیامبر گفت بگون تان که درد چیه و دواش چیه. گفتیم بله حضرت چی است؟ گفت الا این داءکم الذنوب. گفت بدانید که درد به سر شما این گناه است. و دواءکم الاستغفار، لیکن دوای همین درد پیامبر گفت این استغفاره، این طلب مغفرته. یعنی اگر گناه درد باشد، نامه اعمال سیاه میکردگی باشد، ما را پیش الله خجالت نمیگذاشتگی باشد، گفت دواش چیه؟ الاستغفار، طلب مغفرت کردن. برادرای عزیز و گرامی، یک انشاءالله حدیث دیگه خوانیم. اگر چندی در اینجا چندین صحیفه حدیث های بشمار پیامبر در این باب آمده است. پیامبر گفته است من احب ان تسره صحیفته فلیکثر فیها من الاستغفار. پیامبر گفته است کسی خواهد که روز قیامت نامه اعمالش بیند و داخل نامه اعمالش پر اجر و ثواب باشد و نامه اعمالش در همون روز خرسندش کند، استغفار از زیاد بگیم.
استغفار را زیاد بگیم. ببین استغفرالله را زیاد بگیم. برادر عزیز، دیگر از رحمت الله را اینجا من برای شما خانم پیامبر مختص مؤمن مسلم یعمل ذنبا الا وقف الملك 3 ساعات فإن استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه ولم يعذبه الله يوم القيامه. میگه هرگاه بنده اگر گناه کنه الله مهربان میگه درو ننویس. 3 ساعت مهلت میداد است که اگر در همین 3 ساعت بنده طلب مغفرت کند الله را، همون گناه کردگیش نمی نویسد. اگر نکرد همون گناه در نامه اعمال نویسانده می شود. لیکن زمانی که ما یک نیکی میکنیم، ببینید برای گناهمون 3 ساعت مهلت من میده، لیکن برای نیکیمان همین نیکی کردیم در حال ملائکه را میگه بنویس در نامه اعمالش که فلان بنده من فلان نیکی را کرد. این رحمت الله مهربان است و اینجا هم باز فضیلت کلمه استغفار برادر عزیز. خب آخران حدیث میخوانم انشاءالله که جناب جابر ابن عبدالله این حدیث آورده است از پدرش از باباش. میگه جاء رجل الى رسول الله، یک مرد پیش پیامبر آمدن. برادر عزیز بسیار یک عجیب یک واخوری بود. فقال وا ذنوبا. میگه یک نفر پیش پیامبر آمد و بسیار میگه به سوی پیامبر شکایتی از گناهاش کرد. وای به حالم که گناه دا مرتکب شدم. برادر عزیز این سخنها را شما کمک باز در ترازوی عقلتون با بسنجین که مردم پیشتر گناه میکردن درد چون میگرفت، غمگین میشیدن که ای دستی من گناه انجام یافت. امروز برادرها ما و شما گناه را بخنده میکنیم. ببینین اونها گریه میکردن، اگر گناهی میشد گریه میکردن. چگونه ای که در حال اصحاب پیغمبر خواندم که وقتی میگه در شترهاشون سوار میرفتن، به ناگاه یک شتر در زمین خواب میکرد. اگر حاضر در تگ پای ما تو اسب یا خرمان اگر خواب کند ما چیکار میکنیم؟ ما میگیریم چوب و تیاق میزنیم تا زمانی که همون خر یا اسب ایجاش بلند شود. میگه وقتی که شتر در زمین خواب میکرد یا اسبش خواب میکرد یا خرش خواب میکرد، میگه در حال میگه دستاش را میبرداشت و طرف الله مهربان طلب مغفرت میکرد. میگو خدایا چی بدبختیه، چی گناه ای دست من گذشته که این 4 پای من از من نافرمانی داره. این 4 پای من مقصد در یک جایی که برای من ایستادن مشکله، این مقصد دیگر پیش نمی رود. الله مهربان از کردگیم پشیمانم. الله مهربان چی خطایی گذشته است ببخش، طلب مغفرت میکنم. میگه میدیدیم که شترش یا اسبش بلند میشید. چقدر فرقه. بین این آدم گناه کرده است، پیش پیامبر می آید و گریه میکنه برای گناهش. زیرا ما در ابتدا گوش کردیم گناه دل سخت میکنه، سیاه میکنه، زنگدار میکرده. وقتی دلهامون که به این حالت بیا برادر عزیز، دیگر ما از رمکه آدمگری میبرایم آخر. برای چی در تاجیکی ما میگه اینقدر آدم دل سیاه بوده، اینقدر آدم دل سخت بوده؟ کدام وقت میگه میگیم وقتی میبینیم یک کاری سخت، یک کاری بسیار نادرست ای دستش وقتی که با وجود میاد، میگیم چی قدر این آدم دل بیرحمی به انصاف داره. انمون دلهایی که سیاه و سخت شید دانیم برادرها که ما اوتر دیگر از بندگی دور میکنه. ما اوتر دیگر مقصد از همون
انصاف و رحم و دیانت از همه دیگر پیشمون میکند، دورمون میکند. به این خاطر آمد میگد داد گفت، گریه کرد. حضرت گفت وای به حالم که گناهگارم، وای به حالم که مبتلای گناه شدم. حضرت گفتن که فقال هذا القول مرتين او ثلاثا، میگه این مرد 3 بار میگه گفت حضرت گناه کردم، گناه کردم، گناه کردم. چقدر میترسیدن. یک قصه یادم آمد، میگه در زمانهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مردی حبشی، یک مرد سیاه پوست پیش پیامبر نازنین آمد و حضرت من تا زمانی اسلام آوردنم بسیار گناه‌های را انجام دادم، خیلی گناه‌ها کردم، چی زنا کردم، عرق نوشیدم، ظلم کردم، حق مردم خوردم، خلاص گناه‌های بسیار کردم. آیا امروز که اسلام آوردم، دین قبول کردم، الله گناه‌های مرا مغفرت میکند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن همین قبول دین تو، همین اسلام تو، هرچی پیشتر کرده بودی همش از صحیفه اعمالت نابود کرد. یعنی از برکت اسلام و دین تو مثل کودکی شدی که نو از مادر به دنیا آمدی. میگه این مرد سیاه‌پوش تبسم کرد، خرسند شد که از گناه خلاص شده است. پشت گردان میگه یک چند قدم رفت، بعد از اون میگه باگشت آمد، گفت ای پیامبر نازنین، همون گناهایی را که من کرده بودم همونها را الله من دید، خالق من دید. گفت تو نمیدانی که الله در قرآن میگه علم یعلم بان الله یرا؟ آیا مردم نمیدانند که من هر یک کردار اینها را، خواه شب باشد خواه روز، خواه خلوت باشد خواه آشکارا، من میبینم. الله گفت میبیند، همه کار گناه و ثواب ما را الله میبیند. وقتی میگه مرد ای را شنید که الله گناه ها ما میبیند، میگه در رو بروی پیامبر یک آه کشید، یک آه جگر سوز را میگه آه گفت، میگه و همچنان میگه با همون رو میگه در پیش رسول اکرم افتی. برادر عزیز، صاحب کتاب میگه با عزت الله مهربان قسم که وقتی روش گرداندیم دیدیم که کیها جانش برآمد است. میگه پیامبر گرامی گفتن دانستین که جانش به چی سبب برآمد؟ گو یکمش اجل رسید، دویمش از ترس آن که الله گناههای مرا دیده است. بینیم برادر عزیز، امروز هر کدام ما هم از این قصه ها پیش خودمان هم بیاریم. پیش از گناه کردن دانید که الله مهربان شما را دیده است. یعنی هیچ امکان ندارد که الله ما را نبیند. و یک مرد میگه یک شاگرد چه بسیار در بین 100 شاگرد داشته است، لیکن یک شاگرد چه بسیار دوست می داشته، دائم باید تعریف میکرده است. شاگردای دیگرش همین خیلی رشکشان میبرده است، ناراحت میشیدن که مقصد ای چی دارد که استاد فقط همین را تعریف میکند، شاید که مقصد یگان کمک مالیش میکند. بعدا میگه یه روز گفت بچه ها، گفت همه تان گفت یک مرغی بیارید. هر کدامشون میگه یک مرغی آوردن. بعدا میگه گفت برید، گفت در جای همین مرغا را ذبح کنید که هیچ کس شما را نبیند. میگه پریشان شدن، هر کی هر طرف رفت، ذبح کردن آوردن، مگر همین شاگردی را که همیشه وصفش میکرد، تعریف میکرد، همین شاگرد میگه مرغ همون خیلی باز زنده گرفت آورد.
همه دیدن حیران شدن. گفتن چی؟ نیافتی جایی که کسی نبینه؟ اینا ما ذبح کردیم مرغامونه. میگه طرفی استاد گو حضرت هر جا که گشتم، هر جا که در آمدم، هیچ مکانی را خالی از الله ندیدم. استادش میگه گشت طرفی شاگرداش گفت آیا فهمیدین که برتری این شاگرد از شما در چی است؟ یعنی دیدین علم ایرا، دیدین حکمت ایرا، دیدین کرامات این مردکه. مقصد برادر عزیز هیچ جای از الله خالی نیست. و خوش به حال اینها که از گناهاشون گریه میکردن، هر کاری و از بین مشکلاتی که می آمدن از خودشان می دیدن و به طلب مغفرت مشغول می شدن. این قسم آمدن 3 بار همین کلمه را گفتند.